سلام دوستان، خوش اومده به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم در مورد علی دایی صحبت کنیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. علی دایی متولد 14 بهمن 48 در اردبیلیه. 192 سانتی متر قد داشته. زمان بازیکنی 88 کیلوگرم وزن داشته. او فرزند سوم خانواده‌شه. تنها خواهرش هم در 15 روز زندگیش به دلیل بیماری فوت کرد. پدرش راننده کامیون و مادرش خانه‌داره. پدرش راننده کامیون و مادرش خانه‌دار بود. در کودک ادامه کردن که الان لقب اوه. سال 56 در 8 سالگی به سمت فوتبال رفت تا اینکه سال 67 در 19 سالگی به تیم استقلال اردبیل پیوست. از سال 69 تا 73 در تیم بانک تجارت بازی می‌کرده و با درخشش در این تیم به تیم ملی دعوت شد تا اینکه در سال 73 در 25 سالگی وارد تیم پرسپولیس شد. دایی در اولین فصل حضور خود در پرسپولیس 15 گل به ثمر رسوند. سال 75 با قرارداد یک ساله تیم اسد قطر پیوست. در سال 76 در 28 سالگی به همراه کریم باقری به تیم آرمینیا بیلیفل آلمان پیوست و در 25 بازی به میدان رفت. 7 گل زد و تیمش به لیگ 2 رفت. سال 77 با تیم بزرگ بایر مونیخ قرارداد 3 ساله بست. در فصل اول 23 بازی برای این تیم در بوندسلیگا انجام داد. بعد از یک سال در سال 78 با پیشنهاد سه بربری به تیم هرتا برلین پیوست. در سال 81 با در 0 فصل در 59 بازی حضور داشت و 6 گل هم زد. در 81 به تیم الشباب امارات رفت. در یک فصل در 25 بازی توانست 11 گل بزنه تا اینکه سال 2 به پرسپولیس بازگشت. در پرسپولیس در 24 بازی 16 گل زد. سپس سال 83 با قرارداد 2 ساله به عنوان بازیکن مربی به باتری رفت. در سال 5 هم در سایپا حضور داشت. سال 87 در 39 سالگی از بازی‌ها خداحافظی کرد. از دایی از سال 72 که 24 ساله بود تا سال 85 37 سال داشت. در 149 بازی برای تیم ملی به میدان رفت و تونست با 109 گل به عنوان آقای گل جهان معرفی بشه. در شهریور 1400 کریستیانو رونالدو در 80 بازی ملی توانست رکورد او را بشکند. بچه‌ها مرسی که همراهم بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.